طی چند روزی هفته اخیر در قلمرو ولایت بارشات باران‌های پی در پی و آمدن سیل به قید گرفته شده است. چون این حالت خرابی آور در ناحیه وخش به نظر رسیده، در جماعت‌های دهات مشعل، وحدت و بیسالگی استقلالیت تاجیکستان بر اثر آمدن سیل خسارات زیادی رسید. از آن جمله 60 خانه استقامتی پورا خراب گردیده، زیاده از 90 خانه دیگر قسماً ضرر دیده است. همچنین 1900 گکتار زراعت‌های خودجگی‌های دهقانی و زمین‌های نزدی حولگی ساکنان پورا زیر آبولای مانده‌اند. 7 پل ماشین‌گذار از بین رفته، 3 پل دیگر در حالت صدموی قرار دارد و 1 تجهیزات آبکشی، 2 آبانبار پورا کار ناشایان گردیدند. وابسته به برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی ستاد ناحیوی تأسیس داده شده، در محل‌های آسیب رسیده به اهالی کمک می‌رسانند. ضرر دیدگان تحت غمخواری قرار داشته با موادهای غذایی و خوراک گرم و خیمه‌های موقتی تأمینند. با دهشت ماهی برآمدیم، خانه‌ها چپه شدند. لیکن شکرانه خدا، از آن ما شکرانه خدا میگم. من گفتم تو قضا خود هیچ کس مرا نمیپرسه. اتاو که دو در خوار ندارم من اینجا در تو قایم. در کودک کی صاحبی مرا میکنه، کی مرا جمع میکنه. آمدن شو آمد رئیس حکومت قربان یوسف. هیچ وقت ما نمیپرتایم شما را، ما دستگیری میکنیم. دلتیکه رحمت به او. سحر نشده اموزگروی شبه معریف همش آمد پرسیدن. ولی آمد پرسید معلمه هیچ وقت ما شما را نمیپرسیم دستگیری. عزیزی نمت معلمه خودم مخروسور سفر و دادابو اسماعیل اسکندر قیومов همه آمده پرسیده رفتیستن، همه دلتیکه دیستن. من باور دارم او مرا نمیپرتوید. هیچ وقت من تو قاگیم اشوت نکدیستم، مرا دلتیکه دیستن. رحمت. در دهه اتفاق جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان عین حال برای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی سربازان قسم نظامی کمیته حالت‌های فوق‌العاده جلب گردیدند. با دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان گروه کاری با راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دولتشاه گل محمدزاده و راهبران دیگر ساختارهای مربوطه جهت معین کردن خسارات به خودجگی خلق این ناحیه رسیده و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی سفر برگشتند. اسکندر دولت، نموزلی ارگش از ناحیه وخش برای برنامه اطلاعاتی اخبار.